سلام دوستان، این تصویری که گذاشتم و بایستی ببینید، به گرم هایی که گذاشتم خوب توجه بکنید. همه اینا رو اندازه همون گرم هایی که گفتم جمع میکنید، پودرشون بکنید، خوب پودر بشن و این به دو روش میتونید استفاده بکنید. روش اولی که من پیشنهاد میکنم روش اولیه رو استفاده بکنید. 2 قاشق غذاخوری در یک پارچه شیشه‌ای بذارید، آب که جوشیده و لرد شده بریزید روش، 10 دقیقه صبر کنید. بعد از 10 دقیقه اینو در طول روز میل بکنید. در طول روز باید تموم بشه. روش دوم، 1 قاشق مرباخوری در 1 لیوان آب جوش بعد از 10 دقیقه 15 دقیقه که ولرم شد اینو میل میکنید. حالا این نسخه به درد چی میخوره؟ به درد کسانی که روماتیسم دارن، دردهای مفاصل دارن، آرتروز دارن، فشار خون دارن، غلظت خون دارن، حتی برای درد کلیه و دیابت و آسم مفیده. اینو استفاده بکنید و نتیجه رو هم اعلام بکنید. حتما هم نتیجه خوبی میگیرید. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید. بفرست برای دوستات، ما رو هم دعا کن.